دوستان عزیز، با یه از باند فیلم در خانه شما هستیم. من میخوام تو این ویدیو یادتون بدم که چطور در بازی ماینکرافت ذخیره بسازیم. در این قسمت این رو میزنیم. من بازی رو اجرا کردم، شما اجرا کنید، بعد گزینه اول رو بزنید. بعد من چند ذخیره ساختم. اگر شما میخواید ذخیره بسازید این گزینه رو انتخاب میکنید. بعد این در این قسمت این رو میزنیم. بعد این رو انتخاب میکنیم. بعد این رو میزنیم و این پایینی رو میزنیم. این رو انتخاب میکنیم. اینجا این دوم رو میزنیم روش. خب الان این رو میزنیم که ذخیره ساخته بشه. من این رو متوقف میکنم تا ذخیره ساخته بشه. الان ذخیره ساخته شد. اگه خواستین اسم ذخیره رو عوض کنین در این قسمت بالا این رو میزنید. در این قسمت 4 گزینه آخری رو میزنیم. الان این همونی است که الان ما ساختیم. خب اسمش رو اینجا عرض میکنم. این مداده که اینجا هست که من دورش خط کشیدم رو میزنیم. اینجا این رو میزنیم. خب اینجا اسم ذخیره است. من میذارم جنگله، شما هرچی خواستین میتونین بذارین. بعد این رو میزنیم که اسم ذخیره عوض بشه. الان اسم ذخیره عوض شد. اگر این ویدیو 20 لایک بخوره من یادتون میدم که چطور ذخیره بسازیم که زمینش صاف باشه. لایکاتون نره، حتما ما رو دنبال کنید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.